سلام جناب، خوش اومدین. اینجا فروشگاه خانه نور شعبه کرج، در خدمتتونم. قربانش. عذرخواهی می‌کنم این چراغ باقیات چند در میاد؟ اینا شما تولید کننده هستین؟ حتی اگه تکیه هم می‌خوایم به قیمت عمده میتونیم بهتون نه بابا. بدیم. لاینر لوستر هم داریم. من واقعیتاً چون با پدر کارتون خوابیم. حتما اگه صاحب کارمون ویلا خواست کار کنه بهش از اینجا میگم پیشنهاد میدم چه خرید کنه. من یه دور بزنم حتما مزاحم میشه. در خدمتتونم. سلام. سلام چه فرمار؟ براتون نش آوردم. ممنونم. برادرتون هستن؟ چیکارش داری؟ خب من یه وقت دیگه مزاحم میشم. مرسی. آشو نداده. کی بود؟ دختر همسایه بود. آش آورده بود سراغ تو رو میگرفت. منو؟ آره. عجیبه. سلام. سلام چه فرمار؟ براتون قیمه آوردم. ممنونم. برادرتون هستن؟ چرا هی میپرسی؟ آخه کارشون دارم. حامد بیا این دوباره گیم هم مثل آش برمیداره میبرن. کیه داداش؟ دختر همسایه. سلام. سلام. خوب هستی شما؟ خانواده خوبن؟ قربونه شما هستی؟ داداش میگفتن که انگار چند بار سراغ بنده رو گرفتی. واقعیتش چند وقتیه میخوام یه چیزی بهتون بگم ولی روم نمیشه. خواهش می‌کنم بفرمایید راحت باشید. روم نمیشه آخه. اگه بخواین راضی به زندگی مشترک با من صحبت کنین جواب من 100% نه. چرا؟ چون ما دارای یک خانواده کاملا فرهیخته‌ای هستیم. چرا اون وقت؟ اصلا ما به هم نمیخوریم. مثلا پدر من دکترای مثلا ساختمونه. بله. درسته؟ بله. سلام پدر. خسته نباش. پدر بودن؟ حالا بابا رو ول کن. مثلا داداش کوچیکه ما الان تو املاک حرف اولو میزنه. بیزینسمنیه برای خودش. سلام. چقدر سلام. تلازاده است. چقدر کار کردی امروز؟ بازار ضعیفه. بیا برو تو پولو بده ببینم. بیا اینجا پولو بده. دادا برو تو. با استراحت کن شیفت بعدی شما. اصلا اینا رو ول کن. داداش مهدی من استاد موسیقیه. ساز بادی میزنن. والله آخه شما اصلا حرف دلتون رو نمیزنین که آدم بدونه چی میخواین که. والله دیگه. والا منتظر بودم مزخرفات تموم بشه بگم 2 هفته است از من شارژر گرفتی، برو اون شارژر منو بردار بیار، از خود راضی.